باغچه گلسینه محیط و از پیشتر دیده آرامتر است و خودش هم غمگین به نظر می رسد. پیشتر در اینجا گله سگ‌های خرد و کلان با شوق و شور بازی می کردند و گلسینه پول نفقه‌اش را از آنها دریغ نمی داشت. Стало скучно и грустно без них. Они же у меня веселушки были. به آنها همه جز زیقی و غمگینی شده است برایم. آنها خیلی مرا خوشحال میکردند. حالا نوارهای با آنها بودن را تماشا میکنم و افسوس میخورم. و یا حالا شاید یگان ضرر میرساندند ولی موقتی بود. وقتی کلان میشوند خوب میشدند. من آنها را سرزنش میکردم و در جای نوازش مینمودم. اکنون آنها نیستند. В руки возьмешь, поласкаешь. А теперь нет их уже, все. گلسینه میگوید حالا از 18 سگی که نگاه بین میکرد 3 تا مانده است. 15 سگ دیگر را او مجبور شده است بعد شکایت همسایگانش به جای دورتر برد. حدود 10 نفر از هم محله های گلسینه برای نابود کردن سگ‌ها به اداره پلیس مراجعت کردند. آنها نخواستند در ویدیو سبب را شرح دهند ولی ناظر منطقوی ملیسا گفت حالا تفتیش ماجرا ادامه دارد. Старалась отдать в хорошие руки. کوشش میکردم به شخصانی سگ دوستدار بدیم ولی برای آن که آنها را نپرانند به یک جای دور بردم. به یک جایی که جوی آب دارد. همشان را به یک جای بردم که آدمانی بد نکشند. Канал вода. Я их вывезла всех, чтоб злые люди не убили их. گلسینه محیط و 70 ساله است و در مرکز شهر اسفره تنها زندگی می کند. یک پسر این زنی تاتارتبار به روسیه کوچیده است و گلسینه خود را با این سگ‌ها مشغول می داشت. سگ‌ها محله را هم دیدبانی می کردند. Тут дорога, тут хулиганов много. خانه من به راه نزدیک است و آدمان اوباش هم میگذرند. حالتهای دزدی میشوند و این سگ‌ها مرا نگهبانی میکردند. چند بار لباسهایم را بعد جمعه‌شویی دزدیدند. وقتی سگ‌ها بودند من به ملال تیره‌هایم را گشوده خواب میکردم و همیشه آرامی بود. В общем, есть такие люди, которые мимо проходят, что-то могут у тебя отнять, украсть. گلسینه زبان جانوران را خوب آموخته است و در نزد سگ‌ها چندین پرنده خانگی را نیز پرورش می‌کند. وی از این حساب روز در میان غذای خانگی‌اش را می‌یابد. سگ‌هایش به پرندگان زیان نمی‌رسانند و کوشش می‌کرد که به رهگذران هم خلل نرساند. گلسینه همکنون بعد از سگ‌هایش جدا شدن نیت دارد آرزوی اساسی‌اش را عملی کند و به تاتارستان برگردد. تا این وقت سگ‌ها او را اینجا نگاه می‌داشتند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.